با درود خدمت شما بینندگان تلویزیون چنل وان. من زینا تهرانی هستم. امروز پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 در خدمتتون هستم. امیدوارم که خوب باشید، روزگار خوبی رو تا به امروز گذرونده باشید. در صورتی که خب این تعارف‌ها رو با هم میکنیم، واقعا از خدا میخواییم که واقعا زندگی ها رو به بهتر از اینی که هست بره، ولی متاسفانه انقدر مشکلات در کشور ما اینا ایجاد کردن که از آب و هوا و نمیدونم آسایش و آرامش و آزادگی و آزاد بودن ملت ایران همه چیزو ازش گرفتن و تا کی اینها میخوان بتازونن معلوم نیست متاسفانه. ولی با آمدن آقای ترامپ، با عوض شدن این سیستم امریکا، امیدواریم که هر چه زودتر واقعا اینها از بین برن و بتونه ایران و ایرانی رو به آسایش و آرامش بره دوباره. این آرزو و خواسته هر ایرانی برای وطنش. کشوری که واقعا الان دچار مشکلاتی هست که واقعا اگر همه دنیا جمع بشن نمیتونن سریع کاری رو انجام بدن. مردم در معرض خطر بسیار شدیدی قرار گرفتن، خطری که مواجه هستش با بی‌آبی و این بی‌آبی و خیلی مسائل دیگه واقعا زندگی رو برای مردم ایران بسیار بسیار سخت کرده. 1,200,000 هکتار از جنگل‌های زاگرس نابود شده. رژیم و این دولت نالایق و ندونسته بدون که تحصیلاتی در این رابطه داشته باشه یا اینکه افرادی رو حداقل ظرف این سالها بفرسته یک چیزی رو یاد بگیرن که بتونن مملکت رو انقدر رو به زوال و بدبختی و نیستی نبرن، بتونن راهنمایی درست بکنن، بتونن راحت این مملکت رو تا به امروز که از بین بردن تا یه حدی بتونن آرامش به مردم بدن، اونم نکردن و اصلا براشون مهم نیست. مهم اینه که چقدر میتونن بچاپن، چقدر میتونن از بین ببرن مردمو و این براشون بهترین ها بوده تا به امروز. متاسفانه ما دچار این گرفتاری ها شدیم و باید فکر چاره واقعا سریع بشه برای نجات کشورمون. امروز آقای جوانی رو باهاشون صحبت خواهم داشت. آقای رضای وضعی، فعال سیاسی، وبلاگ نویس و عضو سازمان ملی و میهنی ایران و مسئول کمیسیون سیاسی. آقای وضعی درود بر شما. صدای منو دارید آقای وضعی؟ الو آقای وضعی صدای منو داری؟ الو صدای منو دارید شما؟ بله درود بر شما، صداتون رو دارم. درود بر شما. خیلی خوش آمدید امروز به برنامه با مردم و من یه مقدار صحبت کردم در رابطه با همین مسئله‌ای که فعلا وجود داره، مشکلات محیط زیست، بی‌آبی و جنگل‌هایی رو که واقعا دارن به مرور از بین میبرن و چیزی واقعا دیگه نمونده برای مردم. لطف کنید شما یه مقداری در این رابطه با ما صحبت داشته باشید. با تخریبی که هر روز محیط زیست توسط حکومت و سوء مدیریت در 38 سال گذشته در این زمینه محیط زیست، منظورم اینه، این بحران‌ها رو به وجود آورده و داره تمام مسائلی که در ایران هست در رابطه با محیط زیست رو تخریب میکنه. یه مقداری برای ما توضیح بفرمایید. صحبت بفرمایید آقای وضعی. آقای مهندس نادر، مثل که کانکشنمون خوب نیست یا هرچی هست صدا نمیاد. آقای نادر خب باید چیکار کنیم؟ میخواین از روی تلفن بیاریم؟ آقای وضعی اینترنتتون ضعیف، صدای شما نمیاد، به ما نمیرسه. الان صدا خوبه؟
الان صدا خوبه، بفرمایید. بله بسیار عالی. من هم درود میفرستم به شما و تمام بینندگان تلویزیون کانال 1. خب امشب در رابطه با بحران محیط زیست قراره با هم صحبتی رو داشته باشیم. خب بحران محیط زیستی که حالا خود شما هم توضیحش رو دادید، امروز این نظام باهاش درگیره که از پس حل کردنش در واقع میشه که بر نمیاد. خب خیلی بهتره اول ما یک نگاهی بندازیم به شرایط امروز محیط زیست ایران، ببینیم واقعا در چه مرحله قرار داره، وضعیت آب، وضعیت جنگل ها، از وضعیت خاک و دیگر مسائل مثل آلودگی هوا، مثل مسائل دیگه که حالا امروز میبینیم تو محیط زیست باش درگیره. خب ببینید وقتی ما به مسئله خصوصا آب نگاه میکنیم امروز که تو رأس بحران‌های در واقع نظام قرار گرفته، به خصوص مردم در واقع با این مسئله روبرو هستن، خب بحران آب هستش که خب خیلی از شهرهای ما امروز میبینیم چیزی قریب به 600 شهر و روستای ما امروز با بحران آب مواجه هستن. تهران رو میبینیم، اصفهان، یزد، کرمان و جاهای دیگه‌ای که خب این بحران رو باهاش درگیر هستن. طبق خبرهایی که همین چند وقت پیش می‌خوندیم خب گفته بودن که تهران در واقع تا 50 سال آینده نه آب زیرزمینی داره و نه آبی پشت سطحاش داره که بتونه در واقع آب استان تهران رو تامین بکنه. همینطور در خبرگزاری‌ها می‌خوندیم چند وقت پیش که اصفهان تا 100 روز آینده فقط آب داره و خبرهایی از اصفهان به ما میرسیدش که خب حالا اون قشر دارای جامعه شروع کردن در واقع خونه و کاشانه‌شون رو دارن تغییر میدن برن به مناطقی که در واقع آب بهتر در دسترس باشه. خب همین مسئله شما امروز نگاه میکنید ببینید با کمتر از 1700 متر مکعب آب تجدید پذیر در ایران، امروز ایران ما وارد یک تنش آبی شده و با برداشت تا 200 میلیارد متر مکعب از آبهای زیرزمینیمون که 12 برابر حد مجاز هستش، باعث شده ما امروز فرونشست ها رو در اقصا نقاط کشورمون داشته باشیم. خصوصا در این اواخر که دیدیم در واقع تهران چند جا فرو ریخت و رکورددار شهر شیراز هستش که در سال 56 سانتی متر داره فرونشست میکنه فقط به خاطر برداشت در واقع بی‌رویه از این آبهای زیرزمینی که خب همین برداشت بیش از حد از آبهای زیرزمینی باعث میشه که خب خاک در واقع خاک اون منطقه رطوبتش رو از دست بده و خاک پوک بشه و فرو بشینه. خب این مسئله آبمونه. از مسئله جنگل هامون رو که در واقع اشاره داشتیم و 60% در واقع منابع جنگلیمون رو از دست دادیم و در سال داره 4 میلیون متر مکعب آب 4 میلیون متر مکعب داره چوب داره قاچاق میشه توسط نهادهای خود حکومت مثل سازمان حفاظت محیط زیست، مثل قرارگاه خاتم الانبیا، مثل سازمان بسیج. خب در نهایت هم دیدیم چه ضربه و چه خسارتی رو تو اون منطقه حفاظت شده دنا به ما وارد کردن که اومدن 12,000 اصله در واقع درخت بلوط رو قطع کردن و همین باعث شدش که ما خسارت 2400 میلیارد دلاری بهمون وارد بشه، چرا که هر یک درخت در این منطقه 200,000 دلار در واقع ارزش گذاری شده بود. تمام این وضعیت جنگل ها رو وقتی میبینیم خب به این صورت هستش که ما هر روز داریم جنگل هامون رو از دست میدیم. خب اومدن فقط به خاطر اون خط لوله گاز عسلویه اومدن دست به چنین آقای وزیر ببخشید من قرارگاه خاتم خوابیده بود. آقای وزیر یک سوال دارم از این درختای بلوطی که 200,000 دلار قیمت داشته و اینها قطعش کردن، بردن به کجا؟ بردن فروختن به کشورهای دیگه یا چیکار باهاش دارن میکنن واقعا؟ ببینید در واقع به خاطر این قطع این درختایی که تو این منطقه انجام دادن، به خاطر اون خط لوله
در واقع گاز عسلویه بود و همینطور که گفتم بهتون اینا در سال دارن 4 میلیون متر مکعب چوب رو دارن قاچاق میکنن، نهادهای خود حکومتی. فقط هم چوب نیستش بانو تهرانی، فقط چوب نیست، اینا دارن خاک کشورم دارن در واقع قاچاق میکنن. ما از یک طرفی فرسایش خاک رو داریم 2 میلیارد تن در سال که میکنه رتبه اول جهان رو داریم در فرسایش خاک. از این طرف میبینیم خاک کشورمون هم داره توسط این ارگان ها، سازمان گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و قرارگاه هایی که در واقع غیر پاسخگو هستن داره قاچاق میشه به کشورهای قطر، به کشورهای امارات و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، برای اینکه این کشورها میخوان به یک خودکفایی در واقع برسن در زمینه کشاورزی. یک نوع از این خاک‌های مرغوبی که در واقع داره قاچاق میشه، بانو تهرانی باید بگم به نام خاک شیرین هستش که تو 2 تا شهر بوشهر و هرمزگان این خاک در واقع حالا یافت میشه. خب ببینید این خاک‌ها داره قاچاق میشه، این در واقع چوب هامون داره قاچاق میشه، از زمین خواری‌هایی که داره اتفاق میفته، از جنگل خواری‌هایی که داره اتفاق میفته، این محیط زیستمون رو در واقع امروز به این وضعیت کشونده. وضعیت در واقع دریاچه ها و تالاب هامون رو داریم که امروز میبینیم ما در واقع فکر میکنم بیش از 200 تالاب رو ما در ایران داریم که خب نزدیک به 100 تالاب ما خشک یا نیمه خشک شدن که خب سازمان حفاظت محیط زیست در واقع قانونا بهش این اختیار رو داده بود که از اینا حفاظت بکنه، اما نکرد. خب ماده 16 قانون حفاظت محیط زیست در واقع این رو داره به ما میگه که تمام تالاب‌ها، تمام دریاچه‌ها متعلق به دولت و سازمان حفاظت محیط زیست موظف به در واقع محافظت از این تالاب‌ها و دریاچه‌هاست. خب ماده 5 قانون ایمنی زیستی رو داریم که داره میگه اگر تالابی، اگر دریاچه‌ای در واقع ضربه‌ای بهش وارد شد، در واقع اینا رو فهرست بکنه سازمان حفاظت محیط زیست و تو اسرع وقت در واقع به این تالاب علاجیابی بشه و رسیدگی بشه. اما نشد. دریاچه هامون از بختگان، از شادگان، از ارژن، از تشک استان فارس، همه اینا خشک شدش و در واقع تبدیل شده به یک منبعی برای همین ریزگردها که در واقع میتونیم بگیم تو رأس این خشک شدن دریاچه هامون ما دریاچه ارومیه رو داریم که در واقع میشه گفت کلید خشک شدن این دریاچه از همون زمان جنگ و احداث اون پلی بودش که ارومیه رو به تبریز وصل میکرد که خب اون سیستم طبیعی دریاچه رو تغییر داد و کلید خشک شدنش خورد. همینطور سدها، ببینید 15 رود وارد دریاچه ارومیه میشد که اومدن چیز قریب به 100 تا سد رو اونجا احداث کردن. چرا احداث کردن؟ قرارگاه خاتم الانبیا چرا اومد این سدها رو زد؟ چرا نزدیک به 70 تا 80 چاه اومد اطراف دریاچه در واقع کند؟ برای چی؟ در واقع سدهایی که اومد احداث کرد نه در واقع مطالعه شده بود، نه کارشناسانه بود، فقط اومد برای پر کردن بردن سود از این قضیه. و امروز این دریاچه ما 550,000 هکتار از سمت شرقش در واقع دیگه قابل احیا نیست و همه ما میدونیم که دهه 70 اگر یادتون باشه دوران میتونم بگم شکوفایی دریاچه ارومیه بود. گفتن اگر بخوایم دریاچه ارومیه رو برگردونیم به دوران 70 چیزی حدود 150 سال زمان میبره. خب حالا امروز احداث این سدهایی که واقعا مطالعه شده نبود، غیر فنی و غیر علمی بود، باعث شده 6 میلیون مردم آذربایجان که اطراف این دریاچه در واقع زندگی میکردن مجبور به مهاجرت شدن و خانه و کاشانه‌شون رو در واقع ترک بکنن. خب این داره یک سوء مدیریت رو داره به ما میرسونه، این سوء مدیریتی که آشکار داره به ما نشون میده که در واقع این حکومت، این ارگان هایی که در واقع دارن به این حکومت خدمت میکنن دلشون نه به حال محیط زیست سوخته، نه به حال مردم سوخته، نه برای اون
در واقع ملت ایران و کشور ایران در واقع قدم برمیدارن. امروز وضعیت محیط زیست تبدیل شده. آقای وزیر میشه که از این ارگان ها اسم ببرید ببینیم چگونه ارگان هایی هستن؟ بله ببینید ارگان ها خب اگر بخوایم فراتر، من لیستی رو تهیه کردم، اجازه بدید من لیستی رو دارم برای این ارگان ها. اگر بخوایم فراتر از این قرارگاه خاتم الانبیا بریم که خب خیلی از مردم دیگه این قرارگاه رو در واقع میشناسن، چه تخریب هایی رو اومد کردش به خاطر فعالیت هایی که انجام میداد، خب و چه سودهایی هم دادش. من اینجا لازمه بگم که درآمد سالانه این قرارگاه تو عرصه اقتصادی غیر قانونی 12 میلیارد دلاره و فقط 15 میلیارد دلار در سال اینا دارن به خاطر مسائل نفتی دارن پرونده میگیرن، پروژه میگیرن و کار انجام میدن. به خاطر ساعتها خب دیدیم چه بلایی سرش آوردن. خیلی عذر میخوام. ببینید گروه هایی که حالا زیر مجموعه این قرارگاه قرار داره، من فقط به چند نمونهش اشاره میکنم و میخوام مستقیما برم سر نهادهایی که مستقیم زیر نظر بیت رهبری دارن فعالیت میکنن و دارن دست به تخریب این محیط زیست کشور ما میزنن. ببینید گروه هایی هستن مثل گروه تخصصی نوح، مثل گروه تخصصی قائم، مثل گروه تخصصی نیروگستر، مثل رجایی، شرکت مهندسی نفت و گاز سپانیرو، مثل شرکت مهندسی سپاسه. یعنی رئیس هیئت مدیره این قرارگاه سرلشکر محمد علی جعفریه و حالا هیئت مدیرای دیگه شون مثل رئیس دانشگاه امام حسین، مثل فرمانده نیروی در واقع مشترک رؤسای پنجگانه سپاه و فرمانده بنیاد همکاری سپاه و غیره که خب میبینیم این شرکت ها خیلی پرقدرتن و به صورت در واقع اون اقتصاد مافیایی در واقع ریشه دارن میزنن به تیشه محیط زیست کشور ما. اما یک سری از این نهادها هستن که مستقیما بانو تهرانی زیر نظر خود آقای علی خامنه ای دارن فعالیت میکنن. ببینید نمونهش 5 تا هستن، این 5 تا رو من لیست کردم. نمونهش ستاد اجرایی در واقع فرمان امامه، آستان قدس رضویه، بنیاد تعاون ناجاست، بنیاد تعاون سپاه و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات که اینا اومدن در واقع باغات رو در تهران تخریب کردن. نمونه‌اش از 16,000 متر مربع، از 10,000 متر مربع، از بوستان مادر بودش که در واقع اینا اومدن تخریبش کردن. این بوستان مادر 70,000 متر مربع بوده، در واقع اومدن به یک مکان مسکونی تجاری تبدیل کردن که خود این در واقع تخریب توسط تعاون بنیاد ناجا اتفاق افتاده. خیلی از اراضی ممنوعه عباس آباد بودش که در واقع بنیاد تعاون ناجا باز این تخریب را انجام دادش. توی مشهد در واقع آستان قدس رضوی اومده یک مجتمع تجاری مشهد مال رو راه انداختن با در واقع همکاری با بانک تات، همکاری با گروه هتل‌های در واقع اسلامی روتانا دبی، در واقع اومدن این ساخت رو شروع کردن و دارن یه همچین ضربه ای رو دارن به محیط زیست ما میزنن. این تخریب باغ‌ها واقعا داره شکل میگیره. این زمین خواری اطراف زاینده رود شما برید، تمام اون باغ‌ها رو دارن تخریب میکنن و هتل میسازن، در واقع پاساژهای خصوصی میسازن، هتل‌های خصوصی دارن، خانه‌های خصوصی دارن، همون اطراف زاینده رود دارن به وجود میارن. خب همین مسئله در واقع باعث شده که طبق گفته خود این مسئله خصوصی که آقای وزیر این مسئله این که میگین خصوصی، منظورتون از خصوصی چیه؟ یعنی چی؟ برای شخص خودشون میسازن این کارا رو میکنن یا داستانش چی هست؟
100% بانو تهرانی، 100% بانو تهرانی. اینا وقتی هتلی میسازن، اینا وقتی در واقع میان یک پروژه مسکونی رو میسازن، مثلا در خیابون شریعتی تهران اومدن 11,000 متر مربع رو از باغ زرابخونه رو اومدن در واقع تخریب کردن و یه برج 30 طبقه تجاری اداری در واقع به وجود آوردن. خب ببینید بانو تهرانی، اینا که از دست من و شما که بر نمیاد، این تخریب ها از دست مردم معمولی هم بر نمیاد. این وسعت از تخریب ها، از 10,000 متر مربعی که تخریب کردن در میدان تجریش، خب اینا از دست من و شما مردم معمول اون جامعه بر نمیاد. اینا طبیعتا شرکت ها، بنیاد ها، تعاونی هایی هستن که مستقیما یا زیر نظر سپاه پاسداران دارن فعالیت میکنن یا زیر نظر آقای علی خامنه‌ای. خب ببینید وقتی من میگم بنیاد در واقع بنیاد تعاون ناجا، این بنیاد تعاون ناجا هیئت مدیره شد بانو تهرانی مستقیما شخص آقای علی خامنه‌ای داره در واقع انتخاب میکنه هیئت مدیره این بنیاد تعاون ناجا رو. خب ببینید همین مسئله باعث شده طبق گفته خود خانم معصومه ابتکار که اومد چند وقت پیش صحبتی کردش، گفتش به خاطر عملکرد در زمینه محیط زیستمون فقط در 10 سال گذشته ما 63 جایگاهمون 63 رتبه سقوط کرده و اومدیم به در واقع بین 132 کشور رسیدیم به 114مین کشور. خب ببینید ما میگیم نزن هم میای رو تلویزیون. نه بله، این در واقع این وسعت از همین تخریب محیط زیست هستش که داره در واقع توسط خود بنیادها، خود در واقع حکومتیان داره انجام میشه و خب میبینیم تاوانش هم نه اونا تاوانش هم بانو تهرانی خود مردم دارن پس میدن. تاوان این به وجود اومدن ریزگردها در جنوب غرب ایران که 23 استان ما با مسئله ریزگردها در واقع روبرو هستن. ما 4 استانمون همین دیروز اخبارش انتشار پیدا کرد که رفتن توی تنفس ممنوع و از اول تا 23 آبان ما خیلی خوبه بهتون بگم بانو تهرانی که 412 شهروند تهرانی جونشون رو به خاطر آلودگی هوا از دست دادن. خسارتی که آلودگی هوا داره به ما میزنه چیزی بالغ بر 80,000 میلیارد تومان در ساله، 23 میلیارد دلار. خب ببینید تاوانشو اینا هم نمیدن، اینا فقط به فکر اینا که جیب همدیگر رو پر بکنن. تاوانشو مردم جنوب دارن میدن، تاوانشو مردم آذربایجان دارن میدن که 6 میلیون مجبور به مهاجرت شدن. تاوانشو مردم سیستان و بلوچستان دارن میدن که به خاطر یک طوفان شن و ماسه کل روستا رفتش زیر شن و ماسه. تاوانش رو قرار مردم بدن متاسفانه و من باید بگم باید بیدار باشیم و ببینیم این تخریب محیط زیست واقعا امروز داره ایران و ایرانی رو داره تهدید میکنه. به این شدت در واقع بحران برای مردم تبدیل شده و واقعا جای تأسفه که امروز میبینیم کشوری که شهرت داشت به کشور آبها، به کشور رودها، امروز میبینیم رودهامون خشک شدن، دریاچه هامون به این روز افتادن، تالاب هامون به این روز افتادن. خانم معصومه ابتکار سفری داشتن به افغانستان سال گذشته، همه ما خیلی خوشبین بودیم، خیلی در واقع امیدوار بودیم که خانم معصومه ابتکار دارن سفر میکنن که راجع به رود هیرمند و مسئله هامون صحبت بکنن، اما دیدیم نه، اصلا چنین چیزی اتفاق نیفتاد. وقتی یه سری زدیم به سایت افغانستان دیدیم نه، اصلا این نشستی که داره اتفاق میفته کاملا سیاسی، ژورنالیستی و هیچ ربطی به مسئله محیط زیست و رود هیرمندی که بله. آقای وزیر، متاسفانه ملت ایران این خوشباوری رو که سالها دارند
فکر میکنن که اگر ایکس بره ایگرگ میاد حتما بهتر خواهد شد، چوبشو دارن میخورن. هر روزی هم که اینها باشن، به هر شکلی که اینها باشن، ایران و ایرانی تو اون خواهد داد. نباید این خوشبینی رو دیگه در خودشون تقویت کنن. باید بدونن که واقعا اینا آمدن برای براندازی، نیومدن چیزی رو بسازن، در واقع نیومدن چیزی رو به ملت ایران بدن. از ملت ایران گرفتن و دادن به کشورهای دیگه‌ای که خودشون میدونن دارن چه کار میکنن. حقیقتا شما حساب کنید این شیطان بزرگ که خامنه ای باشه، به قول شما تمام این ارگان ها زیر نظر اینه. آخه من نمیدونم مگه میشه یک بشر در دنیا بتونه این همه ارگان رو خودش سرپرستی بکنه؟ به جز اینکه واقعا ایشون روحی و روانی بیماره و واقعا دست شیطان هم از پشت بسته، چیز دیگه ای نیست. این خوشخیالی و خوشبینی که ملت ایران دارن اگر بخوان به این ترتیب ادامه بدن خودشون باختن. باید یه مقدار بیشتر حواسشون رو جمع بکنن، چشماشون رو وا بکنن، ببینن تا به امروز چه به سر خودشون و خانوادهشون و زندگی، بچه، نوه، همه چیزشون واقعا از بین رفته است. دیگه نباید ادامه بدن به این خوشبینی. آقای وزیر، من از شما تشکر میکنم، امروز با ما بودید و اطلاعات بسیار مفید و خوبی رو در اختیار بینندگان ما گذاشتید. امیدوارم که بتونم در برنامه‌های آینده از شما دعوت کنم که بیشتر در این مورد با هم صحبت داشته باشیم. تشکر میکنم ازتون آقای وزیر. بله خیلی ممنون، تشکر از دعوتتون. خواهش میکنم، روزگار خوبی داشته باشید. بله همیشه. دوستان عزیز، این وضعی که واقعا الان امروز داشت اخبار میگفتش که به انتخابات چیزی نمونده و دیگه مردم دارن آماده میشن برای انتخابات. خب این مردمی که واقعا دوست دارن خودشونو گول بزنن، دوست دارن بیشتر از این غرق این بدبختی و مکافات و بیچارگی بشن، خب اگه دوست دارن این کارو بکنن میتونن انجام بدن، میتونن دوباره برن به آقای روحانی یا ایکس یا ایگرگ دوباره رای بدن، یعنی یه مهری رو بکوبن روی خودشون، خانوادهشون، کشورشون که ما هنوز توی جهل و نادانی موندیم، گیر کردیم، هنوزم فکر میکنیم معجزه میشه، هنوزم در خوشخیالی هستیم و قبول داریم این گروهو. خب اگه اینجوریه خب ادامه بدن، ولی اگر واقعا چشم و گوششون رو باز کردن، واقعا چشیدن این بدبختی های این سالها رو، دیگه نباید این فکر رو بکنن، از این خوشبینی دست بردارید. خب بگذاریم امروز با آقای دکتر حمزه پور خواهیم بود که هستیم. آقای دکتر درود بر شما. درود بر شما سرکار خانم زینا تهرانی عزیز، درود به همرزمان و هموطنان، همکسوتان داخل و خارج از کشور و مدیریت برنامه. آقای دکتر حمزه پور، آقای نادر، ولی صدا خیلی نامفهومه اینجا عزیزم. نامفهومه صدا. آقای دکتر درود بر شما. درود بر شما عرض کردم، درود به سرکار خانم زینا تهرانی عزیز. بله، درود به همرزمان، آقای دکتر که هممیهنان داخل و خارج از کشور و به ویژه مسئولین تلویزیون کانال 1 و کارگردان برنامه. ممنونم ازتون. آقای دکتر، این در مورد آقای ترامپ میخوایم یه مقداری صحبت بکنیم، ببینیم که اوضاع احوال در چه شرایطی الان هست و یک مسئله‌ای که خیلی مردم رو ناراحت کرده، مضطرب هستن، در مورد رابطه هایی که در رابطه با مجاهدینه که آقایون که پارسال مثل این که دعوت کرده بودن مجاهدین برای سخنرانی و در برنامه هاشون شرکت کرده بودن، آقای رودی جولیانی و نیوت گینگریچ و جان بولتون. اینها کسایی هستن که مردم رو خیلی نگران کردن. مردم همش میگن اگر اینها با مجاهدین دارن کار میکنن و با آقای ترامپ نزدیک هستن چه به سر کشور ما خواهد آمد. من فکر کردم گفتم این سوال از شما بکنم، ببینم شما در این جریان قرار دارید، آیا چیزی میدونید در این رابطه؟ آیا آقای جولیانی اگر واقعا انتخاب بشه
با مجاهدین کار خواهد کرد یا برای ملت ایران. دوباره برنامه سال 88 پیش نیاد که مردم گفتن یا با ما یا با اوباما. این مسئله الان دوباره تکرار شدنی نباشه، به دلیلی که مردم واقعا اعتماد کردن به آقای ترامپ، آمدن رأی دادن و ما خودمونم، من خودم شخصا و شما که 1 سال خورده یه داریم در این رابطه کار میکنیم، یه جورایی مسئولیت داریم حقیقتا و باید زودتر آگاه بشیم ببینیم که برنامه آقای ترامپ در چه شرایطی قرار گرفته. بفرمایید شما یه توضیح در این رابطه به ما بدید. من نمیدونم زمان برنامه امروز ما چقدره، ولی سعی میکنم کوتاه مختصر مطالبی که الان مطرح میشه رو در خدمتتون عرض ادب بکنم. سروران عزیز من، هم میهنان داخل کشور و خارج و کسانی که به اصطلاح خیلی علاقمندید بدونید که واقعا آیا این برنامه ممکنه باز این توپ فوتبال در دروازه مجاهدین یا لایات و یا امثال اینا بیفته. بنده همیشه گفتم در سیاست خیلی مشکلی بخواد پیش‌بینی دقیق کردن، ولی در همین 1-2 ماه گذشته که وقتی که من در مسابقات نمیدونم شما بود دیگران بود گفتم، برنامه شده بود که در مقطع زمانی 48 ساعت میخواستن آقای گینگریچ رو که با 67% به اصطلاح در انتخاب وایس پرزیدنتی معاونت ریاست جمهوری آقای ترامپ در نظر بگیره، در مقابل آقای پنس که 26% بود، داشتن صحبت میکردن در برنامه تلویزیونی انکر معروف و که ساعت 9 انجام میشد، آقای هنیتی. و بنده وقتی این خبر رو شنیدم در زمان 48 ساعت بین چهارشنبه تا جمعه بود، سریعا با مسئول آقای ترامپ در ویرجینیا که آقای مارک لوید بود قبل از معرفی دکتر تماس گرفتم و به دفتر خود آقای ترامپ که اینجا باشه دعوتش کردم و سریعا یک استک بزرگی رو در رابطه با سابقه مجاهدین که میدونم امروزه اون زمانی که ما این مطالب تهیه کردیم کامپیوتر نبود و اون صورت فکس نبود، ولی خب اینا چیزایی بود، مکاتباتی بود که بنده با مقامات مسئول آمریکا از یونایتد نیشن گرفته، دفتر دسک وزارت خارجه گرفته و سناتورها و کانگرسمن‌هایی که ما در تماس بودیم باشون در مقطع زمانی 34 سال گذشته. بعد اینا رو گذاشتم جلوش که آقای مارکروی نگاه کنید، اینا مدارکی است که زیرش امضای منم می‌بینید. من از شما خواهش می‌کنم الان همه گوش به زنگ شدن که آقای گینگریچ بخواد بشه معاون ریاست جمهوری انتخابی 67% به اصطلاح ایشون. این رو من میخوام که شما سریعا به واشنگتن به نیویورک بفرستید به دفتر مرکزی ایشون و نظر اونها رو بخواید. البته میدونم زمان خیلی کوتاست ولی پیشنهاد من اینه که این کار انجام بشه. آقای لوید به من گفتن که والا من قول نمیدم ولی این کارو میکنم و این کارو کرد. باورتون میشه یا نمیشه نمیخوام بگم کردیت به خودمون بدیم. در ظرف 48 ساعت ایشون به من در اومد گفتش که با اون زبان انگلیسی خیلی غلیظ که آقای فلانی کار حل شد و شما یک بمب دیگری رو منفجر کردید به نفع افکار خود. گفتم والا من بمبی رو منفجر نکردم، این بمب از طریق شما منفجر شد و موفقیتش هم شما کسب می‌کنید ولی که شما واسطه این کار بودید. در این صورت میخوام در اینجا این صورت جواب بدم. تا زمانی که حمزه پور نویی زنده است، بارها من گفتم مجاهدین و کسانی که برای خودشون به رأی العین دارن مقامات شامل خودشون رو تعیین میکنن و دارن در این مقطع زمانی پولهای چند میلیون دلاری زیر متکای خانم مریم رجبی و دیگران رو دارن خرج میکنن به صورت نقد و آدم‌هایی که به هر حال شما در صفحه‌های واشنگتن تایمز دیدید 1 2 تا 3 تا از ریچاردسون به اصطلاح گاورنر نیومکسیکو گرفته که یک نفر وزیر انرژی سابق بوده در دموکرات‌ها و دموکرات هم هست تا اکثر کسانی که ریپابلیکن هستند، شبیه آقای جولیانی، شبیه آقای گینگریچ، شبیه آقای نمیدونم بولتون و همه اینها مقادیر رو از دست اینا گرفتن و به اینها راضی کردن در مقابل این مقادیر یه سخنرانی میکنن که بتونن واقعا اینها رو به اصطلاح یا به ظاهر السهم اینا رو بگن ما حمایت لژیتیمسی شما رو اعلام میکنیم، در صورتی که بعدا و الان هم که دارم باهاتون صحبت میکنم تمامش یه تعارف سیاسی بود و به هیچ وجه من دارم تکرار میکنم ملت عزیز من، به هیچ وجه به من گفتن نگو عزیز من بگو عزیز ما. ببخشید من اینجور صحبت میکنم بعضی موقع به خاطر نزدیک زیادی که به ملت نازنین خود دارم. بهتون بگم ما یک مدت 37 سال ما رو ترسوندن که چی؟ وقتی که من قبلا گفتم مجاهدین در جنگ خیابانی 1981
پدر زنجان که آقای بنی سعد بود و آقای مسعود رجوی با لچک، خیلی عذر میخوام، مملکت رو ترک کردن و بارها هم گفتم در سیاست کسی مردود میشه مثل خانم کلینتون، مثل دیگران، مردود شدنش به یک نفر بستگی نداره که با یه اپولوژی، با یه معذرت تموم بشه. مردود شدن سیاست یعنی رفتن به اتاق مرگ. در این صورت رفتن به اتاق مرگ رو با تمام نظم، با تمام مترتب بودن مجاهدین، با تمام وضعیت مالی خیلی خوب مجاهدین که از این آن پول گرفتن، با تمام نمیدونم شناسایی داخل مملکت که مجاهدین داشتن و اولین گروهی که بنا به گفته یک تیمساری که به من گفت اداره جغرافیایی ارتش که یک سازمان نوینی بود، اولین گروهی که اومدن گرفتن اینا بودن، با تمام دانشی که داشتن مجاهدین در برنامه جنگ‌های خیابانی 81 که آقای خمینی به اینها خدعه کرد، با خدعه ناف اینا رو کلاً ماساژ داد، یعنی اینا رو از مملکت بیرون کرد. الان هم اگر چیزی از اونها باقی باشن، یه عده در همون اشرفی که خانم مریم رجوی به استدعا و تمنا از اروپا گرفته تا آمریکا که بیایید این 2-3 نفر پیروپاتالای ما رو تحویل بگیرید. من اسم اینا رو گذاشتم پولیتیکال فاندر، کاپوت سیاسی. اینها خودشون هم میدونن هیچ موقعیت سیاسی رو، چون برای که نه اسرائیل اجازه میدی که مجددا یک قاموس فکری به اصطلاح چی میگن مارکسیست اسلامی در اونجا پیاده بشه. چون من اول گفتم مارکسیست اسلامی فرمول اولشو به نظرم خود خمینی معلمش بود، ولی که بارها میگفت همه چیز من مجانی است در ترتیب اسلام. در این صورت معلم اصلی آقای رجوی به نظر من دورادور از آقای طالقانی گرفته و آقای خمینی گرفته که اینا همه با هم دست دست هم یک افکار جالبی رو که از اول با داس و چکش انجام دادن، بعد با پرچم شیر و خورشید انجام دادن و دارن همینجور خودشونو گول میزنن یا مقنعه و نمیدونم چیز از سرشون برمیدارن که مریم خانم هم بر نداشت، ولی خیلی خانم های دیگه هستن که اومدن قبول کردن، به ظاهر میخوان بگن نه ما اینطوری هستیم. مجاهدین هیچ پایه به نظر من سیاسی نخواهند داشت در رابطه با مردم. دارن بارها میترسونن. در گذشته همیشه تا صحبت مجاهدین میشد میگفتن ما ترجیح میدیم ملا باشد ولی مجاهدین نیاید. یعنی این افکار مسموم شده که من چند روز پیش با یکی از به اصطلاح اقلیون جامعه اینجا صحبت میکردم، متوجه شدم اشتباه 37 سال مجددا تکرار نکنید. این اسکر تکتیک رو در مغز خودتون به وجود نیارید. مجاهدین و گروه نایاک و جمهوری سیک الله من حیث المجموع، همین که گفتم تا زمانی که حمزه پور نوعی زنده است اجازه برای تصمیم گیری در اون اتاق فکر که باید انجام بشه و تقاضای منم از آن گفتم چندین بار از مسئولین به اصطلاح وایت هاوس به صورت نامه نوشتم، چند تا مطلب رو مطرح کردم که به هیچ وجه من الوجود چنین گروه های جایی نه برنامه عید رو اونجا انجام خواهند داد، نه برنامه نمیدونم نزدیک شدن اتاق فکر اونجا رو به عنوان اینها متقلبینی هستند که لدرهدهای ارزم به حضور شما چندین سناتور رو به دزدی برداشتن امضا کردن و منزل مردم رفتن و کمپین کردن. اینها متقلبینی هستند، چندین ژنرال و چندین سرهنگ و چندین مقامات مسئول آمریکایی رو به قصد رسوندن. اینها متقلبینی هستند که به هیچ وجه آمریکا همون جوری که 444 روزه هاستج رو فراموش نخواهد کرد تا روزی که این رژیم در علیه قدرته و همه فکر میکنن نه ملت آمریکا فراموشکاره. ولی چرا؟ ممکنه آقای حسین اوباما فراموشکار باشه، ممکنه آقای حسین اوباما چه شکورشو ببنده و بگه بله ما بانکی نداشتیم که این پولو بفرستیم و مجبور شدیم با تراک‌های بزرگ با کارگو بفرستیم، در صورت که سفارت سوئیس در اونجا بود، در صورت که همین اداره حفاظت کثافتخانه اینا در واشنگتن هست که بتونن این کارو بکنن. این بهانه ها رو ممکنه حسین اوباما بکنن، ولی آقای ترامپ همین که امروز هم خبردار شدم گفتن که تمام وایت هاوس قرار در و پیکرش ضد گلوله بشه. ببینید شرایط امنیت آمریکا به چه صورتی در اومد که امروز اعلام کردن وایت هاوس رو میخوان تمام در و پیکرش رو ضد گلوله کنن با سیستم به اصطلاح ادوانس الکترونیک. در این صورت اگر قرار بود آقای ترامپ با یک چنین افرادی که به اصطلاح پرونده سیاسی غلط، که گفتم این پرونده سیاسی غلط به مرگ و میر 10 نفر خلاصه نشده،
به مرگ و میر یک جامعه بزرگ چند میلیونی خلاصه شده. من با احترام میتونم بگم اینها جایی ندارن، ملت خودشون آزار ندن و بنده همونجوری که گفتم اگر توانستم در قدرت توانایی خودم در اون حد شعور خودم آقای گینگریچی که قرار بود معاون بشه معاون نشه و آقای پنسی که با 26% قرار بود به اصطلاح مهره سوخته بشه و معاون بشه، آقای گینگریچ هم با تمام باد و غبغبی که داره و همسایه نزدیک منم در همین ویرجینیا هست و چند بارم من تصادفاً در مارکت هایشون دیدم و باهاش صحبت کردم، متوجه شدم که ایشون مثل بعضی سیاستمداران کار تعارف سیاسی میکنن و این ملت مستمند بیمایی مجاهدین رو که فکر میکنن آقای گینگریچ، آقای بولتون، آقای هولیانی رو خریدن، در صورت که اینها خریداری بشو نیستن. اگر برای خودشون یه مظنه میذارن و میرن یک سخنرانی میکنن و پولی میگیرن، این قیمتی است که پلاکاردی است که برای خودشون درست کردن، ولی معنیش این نیست که اینا بیان مثل خانم هیلاری کلینتون کاری بکنن که آبروی سیاسی آقای فلانی هم که آقای ترامپ باشه از بین بره. اینها کاری که اتفاق افتاد برای خانم کلینتون رو به هیچ وجه اگر بکنن قبر سیاسی خودشون کندن، اگر بکنن خودشون رو پرتگاه بردن و پیشبینی این پروفسور جدیدی که در اومد گفت 87% برگ برنده رو آقای ترامپ داره و شد، الانم تازه در اومده گفته من پیشبینی دارم میکنم که احتمالاً آقای ترامپ ممکنه ایمپیچ بشه. اگر این فکر دومش بخواد عملی بشه، اون موقعیه که آقای هولیانی ها، موقعیه که آقای گینگریچ ها و بولتون ها بیان به اصطلاح پیش پرداخت برنامه حمایت از مجاهدین و نایاک رو در ترکیب یا جداگانه بگیرن. بنده میتونم تعریف در همینجا تموم کنم و به ملت بگم یک مقدار به اصطلاح روشن نگاه کنید، یک مقدار شرایط رو بهتر ببینید و با آمدن چنین افرادی پشتوانه مجاهدین تامین نخواهد شد. ما اینجا بیکار نشستیم. IAP ایرانیان امریکن پیتریت که یک لغت بسیار زیبایی است که آقای ترامپ در تمام به اصطلاح مبارزه سیاسی خودشون مطرح کردن، این کلمه پیتریت، غیرتمندان، کسانی که به اصطلاح علاقه شدیدی به آمریکا دارن که البته ما ایرانیان هم بهش اضافه کردیم که ترکیبی از ایران آمریکایی غیرتمند. این گروه جایگاهی برای مجاهدین خلق، نمیدونم اسامی بهار آزادی، چنین اسمای عجیب غریبی که برای خودشون درست کردن و با پرچم‌های شیر و خورشیدی که رو سر خودشون دارن کریات میکنن، دیگه جای گول زدن ملتی که ما داریم صحبت میکنیم، جوانای فریخته ما دارای چندین دکترا و دارای 120 یا 150 روزنامه در ایران در روز هستن. بنده با احترام رد میکنم این فکر. آقای دکتر حمزه پور، الان که دارن یه مقداری قدرت ها رو در واقع چنج میکنن، یعنی آقای ترامپ دارن ساید خودشون رو انتخاب میکنن، آیا به نتیجه رسیدن در حال حاضر، یعنی 100% در واقع کسی رو انتخاب کردن که دیگه تغییر ندن؟ والا سوال بسیار جالبی فرمودید. طبق معمول بنده میتونم این بگم که من امروز با چندین به اصطلاح مقام مختلف مثل آقای وحید فرید که یکی از مشاورین به اصطلاح ایشون هست، مشاورین خاورمیانه ایشون هست، و دیگر دوستان که دیگه اسم نمیخوام ببرم، یکی رو چون برای که دائم در تلویزیون میاد و دائم به صورت اکسپوزه خودشو معرفی میکنه و بنده افتخار خیلی خوبی نصیبم شده که با ایشون هم آشنا شدم. در این صحبت‌هایی که در همین امروز من با چند نفرشون داشتم، قراره که برای هفته آینده تازه دست و بال که چه عرض کنم، اینها تا حدوداً تا 20 ژانویه سرشون خیلی شروع خواهد بود. در مورد انتخابات افرادم مثل همون انتخاب وایس پرزیدنسی که همه میگفتن آقای ترامپ کی وایس پرزیدنت خودش رو اعلام میکنه، انقدر صبر کرد صبورانه که در یک موقع بسیار مناسب وقتی برگ نامینیشن خودش رو خواست به اصطلاح برنده شده باشه این کاری کرد. الان هم من مطمئنم آقای ترامپ تعجیلی در این کار نخواهد کرد. محققاً بله اسمای مختلفی مطرح هست، کاندیدای مختلفی برای شغلای مختلف هست. من بعید میدونم به شخصه، چون برای که آقای هولیانی رو برداره بکنه وزیر امور خارجه، برای که آقای هولیانی به نظر بنده، چون من تصمیم گیرنده ایشون نیستم، به نظر بنده که عقل توانای کوتاهی دارم در مقابل آقای ترامپ، میتونم بگم که ایشون میتونه یک پراسیکیوتر، یک به اصطلاح وزیر دادگستری بسیار بسیار موجه برای خودش باشه، به خاطر اینکه موفق بوده در کار برنامه‌های نیویورک و موفق بوده به عنوان شهردار نیویورک
و میتونه که یک چنین، ولی شغل سیاسی رو در حد وزارت خارجه به ایشون دادن یک مقدار برای غیر ممروسه، برای که دوله شغل سیاسی یک کاریر سیاسی میخواد. یک کسی که وارد وزارت خارجه میشه، بنده دوستان زیادی دارم که در وزارت خارجه امریکا کار میکنن، امریکایی، درست مثل اون وار کالجی که ما تو ایران داشتیم که وقتی یه نفر میخواد سرهنگ سرتیپ بشه میگفتن میره دانشگاه جنگ. اینجا برای وزارت خارجه همون دانشگاه جنگی که در ایران شاهنشاه فقید ما برای دانشکده افسری داشت، در اینجا برای وزارت خارجه است. یعنی کسانی که میخوان کاریر سیاسی بالا بگیرن، در ضمنی که کار سیاسی است، به دانشگاه جنگ رفت نداره، ولی باید این دوره وار کالج رو برن ببینن. یکی از مقدمات و ریکوایرمنت این کار وار کالج. در این صورت بنده نمیدونم حالا میخوان الان ایشون رو بفرستن که به این دوره رو ببینه و یا مثل خانم کلینتون که اصلا نمیدونم در مقطع زمانی چه و چه این دوره رو رفتید که وزیر امور خارجه کردن، ولی روی هم رفته میخوام بگم ایشون شخص بسیار مناسبی برای این شغل هست و کسی که میتونه اون شغل رو داشته باشه روی این کاندیدایی که صحبت میکنن آقای جان بولتونه. من ایشون رو به عنوان یک فرد سابقه دار وزارت خارجه امریکا و سازمان ملل متحد امریکا نماینده، یک فرد بسیار بسیار موجه‌تر میبینم که در کار خودش خیلی چی هست، استشمام سیاسی خیلی خوبی داره، ولی از این که آقای جان بولتون به همین سادگی به اصطلاح خودشو در اختیار مجاهدین قرار بده به خاطر اینکه چند تا نمیدونم چای غنطلو مثلا با خانم مریم رجبی خونده با زبان فرانسه که خانم مریم رجبی خیلی مسلط یه نفر مترجم پلوش نشسته که بتونن با هم دیگه صحبت کنن، من خیلی بعید میدونم آقای جان بولتون بخواد یه چنین رویه رو اتخاذ بکنه. در این صورت افراد دیگه مثل آقای گینگریچ هم من هنوز شغل آقای گینگریچ رو پیش بینی نمیتونم بکنم. آقای گینگریچ یک تاریخدان بسیار خوبیه، سیاستمدار خوبی، جوان سیاسی بود که رئیس مجلس امریکا شد، یک مقدار در این کار موجه‌تر هست، ولی در مورد مسائل خارجی دنیا من جان بولتون رو سرتر از آقای گینگریچ میبینم. آقای گینگریچ میتونه آپشن دوم آقای چی باشه، ترامپ باشه برای وزارت خارجه و آقای دکتر حمزه‌پور حتی چی نمیبینم. آقای دکتر حمزه‌پور با اجازهتون من میخوام، وقت زیادی نداریم ولی میخوام خطا رو باز کنم برای که دوستان خیلی سوال میکنن. اگر دوست دارید نازنینان میتونیم بیاین رو خط از آقای دکتر حمزه‌پور اگه سوالی دارید. خب خطا رو آقای نادر لطف کنید باز کنید. آقای دکتر حمزه‌پور میشه که یک سایتی یا 10 دقیقه وقت داریم چه بکنیم دیگه، وقتمون خیلی محدوده. در هر حال سوال آخر من اینه که آقای دکتر حمزه‌پور میشه یه پتیشنی بذاریم یا یه سایتی داشته باشیم که البته ما اینجا کردیم این کار رو فرستادیم به طرف آقای ترامپ که میرسه به دفترشون و این مسائل. اوکی الان چقدر وقت داریم؟ تمومه؟ اوکی میگن وقتمون تمومه. من این سوالم میمونه، نمیدونم باید چه کار کنم. ولی من سریع با این وقت خیلی کم میتونم بگم بله این پتیشن بسیار فکر خوبیه، تدارکشو با هم دیگه خواهیم دید و من از شما استدعا میکنم در این کار خیلی مصرانه عمل بشه، برای که الانم من با تماسایی که در داخل اروپا امروز داشتم با چند تا از دوستای مشترکمون آماده شدن که یک پتیشن دیگه از طریق اونا تهیه بشه، از طریق گروه به اصطلاح گروهایی که اسم نمیخوام ببرم داره انجام میشه و در این صورت یه هماهنگی و همکاری بین این دوتا آمریکا و اروپا رو ما میخوایم انجام بدیم و من با این فکر مقبول شما موافق و انشالله که این برنامه رو در هفته آینده خیلی با فضای بهتر و زمان بهتر بتونیم انجام بدیم. حتما این کارو میکنیم که مردم بتونن واقعا شرکت کنن در این پتیشن. بگذارید که مردم بگرد که واقعا چه گرفتاری‌هایی رو تو این سالها داشتن، شاید واقعا مثمر ثمر قرار بگیره. آقای دکتر حمزه‌پور وقتمون تمومه، با نهایت تشکر از اینکه امروز هم با ما بودید. امیدوارم هم میهنان، هم رزمان، هم کسودان، هم فکران داخل و خارج از کشور و شما سرکار خانم زینا تهرانی و مسئولین برنامه تلویزیون کانال 1 تشکر میکنم. مرسی. خب دوستان عزیز متاسفانه نشد که خطا رو باز کنیم، فرصت کم بود. امیدوارم در برنامه‌های آینده طوری من ترتیب بدم که شاید یک مصاحبه داشته باشم، ولی خب من همیشه مصاحبه‌های زیادی داشتم با افراد مختلف که واقعا هر کدوم به نوبه برای مردم ایران مهم بوده حقیقتا.
روز و روزگار خوبی رو برای تک به تک شما آرزو میکنم با امید دیدار شما در هفته آینده. زنده باد ایران، زنده باد زن ایرانی.